مطمئنم بعد از این آموزش میری سراغ تیکه پارچه‌هات. یه تیکه پارچه مربع بیار. 4 گوشه‌ش رو به اندازه 4 تا مربع مساوی علامت بزن و خالی کن. با یه پارچه دیگه هم همین الگو رو به عنوان آستری برش بزن. حالا بیا 2 تا خط هر گوشه رو روی هم بذار و با یه زاپاس مساوی بدو. بعد از دوختن آستری و رویه کارت رو به حالت رو به رو داخل هم قرار بده. دقیقاً ضلع‌ها رو روبروی هم بذار و سوزن بزن. وقتی که دور تا دور کار رو سوزن زدی، حالا وقتشه تا ببری زیر چرخ و این قسمت رو بدوزی. فقط یادت باشه که یه قسمتی رو باز بذار تا بتونی کار رو به رو برگردونی. حالا تموم کار رو از همون قسمت باز به رو برگردون. لبه‌های کار رو خوب با دستت بیرون بده و با سوزن ثابتش کن. قسمتی که باز مونده بودم کاملا روبروی هم بذار و سوزن بزن. حالا دور تا دور کار رو با فاصله 2 الی 3 میل از لبه یه دوخت نما بزن. حالا به همین سادگی توی سبد پارچه‌ای داری، توی هر ابعاد و هر ارتفاعی که دلت بخواد میتونی برای خودت بدوزیش.